یادم میگفتی تو 3 تا فیلم هم قبل از انقلاب بازی کردی درسته؟ چه فیلم هایی؟ جنجال کاکو کاکو یکی دیگه یادم نیست. بازیگرش یادته؟ ایره بودن؟ ایرج قادری، بهمن مفید، شیرازی کتک خور بوده، سر میز می نشستیم. قهوه‌خونه کراوت بوده. کجا بود خونه کرامت؟ حالا سره طالقانه اون موقع میگفتن سره پهلوی. تو فیلم جنجال کافه عباس اسماعیلی تو کافه کجا بود؟ دم دومی رودکی. اون موقع خیلی علاقه داشتم به اینا. قرار شد ناصر منموتی یک کشیده بزنه که منوچه یواش هم بچه ایجوری زد یواش بحثش رو میدونی دیگه سوری شده شیراندامی خوبی ساختی ولی شیراندامی یک 2 تا کرسی هم زد پشت ما اتاق شیراندامی 2 تا کرسی زدی من چیزی تو زده بالا پیرنج کن نگاه کن آقای مدر اینجا من میبینی 3 تا نهنم تو یک فیلم شکسته که طاقت پول میسه زحمت خیلی سختیش زیاده ها سختی کار زیاده فیلمه مزاحم کارو نبود مثلا تو نونوای نه من یک گور بیشتر کار نمیکردم او گور دیگهش میرفتی دنبال این کار علی مدهر شاطر نونوای سنگر تو ولد چه سالی هستی؟ 1329 هم شیراز هم اصفهان کدوم نونوایی بودی؟ تو قانه نو سر دوزک پشت زندان ارگ 17-18 سال مو شدم نونواسون 20 سال مو شدم شاطر چند سال شیراز بودی علی آقا؟ 40 سالی بودم چرا اومدی؟ چرا برگشتی؟ یه خب اینجا بطر مو به خاطر که وطن رو دوست داشتی اومدی؟ سلام برسون دست در بکنه ببخش جایی خیلی فرق کرده روزا همون روزاست اما روزگار دیگه پس فرمون که میگن اینه میگن ننه خیلی برو داشته